إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابرهه حبشی. این مرد یک قصه ای دارد. این مرد وقتا که دید بسیاری از مردم به زیارت کعبه و خانه خدا می آیند، این چیز به او پسند نآمد و به این راضی نشد. او کوشش کرد تا مردم را از راه کعبه باز دارد، لکن نتوانست. سپس به چنین قرار آمد که یک کنیسه کلان بسازد تا مردم به زیارت آن بیایند. این بیچاره نمیدانست که کعبه بنای عادی نیست. این کعبه را به امر خداوند ساختند. این خانه را ابراهیم علیه السلام ساخته است تا اولین خانه باشد که در آن خدای یگانه عبادت کرده شود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقتا که ابراهیم علیه السلام کعبه را بنا کرد، به مردم ندا کرد: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ابرهه وقتا که دید مردم از تمام گوشه و کنار زمین به زیارت کعبه می آیند، یک کلیسای بزرگ با نام قلیس ساخت. او یک بنای ساخت که پیش از این کسی نساخته بود. سپس به نجاشی نامه نویست که آن زمانها آنجا حکومت میکرد. در آن نامه گفت: ای پادشاه من، برای شما یک کنیسه ساختم که پیش از این به هیچ پادشاه ساخته نشده است و برای زیارت این کنیسه مردم را دعوت میکنم. و فعلا چنین هم کرد. به تمام شهرها و وادیها سفیران خود را فرستاد و مردم را دعوت کرد تا به زیارت این کنیسه بیایند. و ابراهیم خلیل کسی را نداشت. در مکه راست ایستاده مردم را دعوت کرد. اینجا خداوند این ندای او را به هزارها نفر شنوانید، بلکه بر نطفه هایی که در پشت پدرانشان بودند به آنها نیز شنوانید. اینجاست که مردم تا امروز کعبه را زیارت میکنند. اما این مرد، یعنی ابرهه، که کنیسه خود را بنا کرد و سربازانش را امر کرد تا مردم را به زیارت این کنیسه دعوت کنند و آنها را از زیارت کعبه بازدارند، عربها از این کار او در غضب شدند و یکی از آنها به آن کنیسه رفت. هنگام شب به آنجا در آمد که هیچ کس از آن نگهبانی نمی کرد و آنجا بول کرد. در داخل کنیسه قضای حاجت کرد. او این کار را به سبب بدبینیش نسبت ابرهه و آن کاری که در حق عربها و دین عربها کرده بود انجام داد. وقتا که این خبر به ابرهه رسید، او در غضب شد. چگونه یک مردی عادی از عرب چنین جرأت کرده است که کنیسه‌ای که من بنا کردم در آن چنین و چنان کرده است؟ او سخت در غضب شد و گناه این مرد بهانه شد برای ابرهه تا کعبه را خراب کند. چگونه جرأت کردند؟ اولا اینکه آنها به زیارت کنیسه نمی آیند و ثانیاً باز جرأت کردند که چنین کار را روا دیدند. و بین مردم این خبر پهن شد که ابرهه قصد دارد تا کعبه را خراب کند. او لشکرش را آماده کرد تا این کار را انجام بدهد، اما نمیدانست که عاقبتش چی می شود. ما عاقبته؟ سار الأشرم للكعبة وأتى بالفيل ليهدمها لم يدرك حجم جريمته لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها لم يعلم سوء مغبتها. خرج ابرهه با یک لشکری بزرگ به قصد مکه به راه برآمد تا خانه خدا کعبه را خراب سازد. به تمام قبیله های عرب این خبر رسید. یکی از پادشاهان یمن با نام ذونفر خواست راه ابرهه شود و بعضی قبیله ها در اطراف او جمع شده بودند، لیکن ابرهه آنها را شکست داد. ذونفر به دست آنها اسیر افتاد. ذونفر به او گفت: ای ابرهه، آیا میخواهی مرا بکشی؟ شاید من برای تو یگان فایده بیاورم. مرا پیش خودت نگه بدار. ابرهه او را بخشید. آنها راهشان را در جزیره عرب به سوی شمال ادامه دادند تا به مکه برسند. به مکان با نام خثعم رسیدند. آنجا نفیل خثعمی روبروی ابرهه قرار گرفت که بعضی از قبیله ها را جمع کرده بود، زیرا عرب ها هیچگاه نمیخواستند تا کسی به قصد خراب کردن به کعبه نزدیک شود. اینجا نفیل خثعمی روبروی ابرهه قرار گرفت، لیکن او هم شکست خورد. ابرهه او را خواست بکشد، اما نفیل گفت: مرا نکش، من میتوانم تو را به سوی مکه راهنمایی کنم و این قبیله ها هم در اطاعت تو خواهند بود. ابرهه جان او را نیز بخشید.
و راه را به سوی مکه ادامه دادند تا اینکه به سقیف رسیدند. مردم اینجا با او پیمان بستند که ما همیشه در اطاعت تو خواهیم بود. این خانه ای که میبینی این کعبه نیست، اینجا خانه لات است. چگونه ای که در قسم اول گفته بودیم، لات بوتی بود که بنی سقیف آن را عبادت میکردند. اگر بخواهی ما هم در اطاعت تو خواهیم بود و همراهت کسانی را میفرستیم که به تو راه کعبه را نشان میدهند. ابرهه او را نیز بخشید. مردم سقیف همراه او مردی را با نام ابورغال فرستادند. آنها در راه به منطقه با نام مغمس رسیدند. وقتی که به آنجا رسیدند، خداوند عذابی را به ابورغال فرستاد و او در آنجا وفات کرد و عربها قبر او را سنگسار میکردند برای راهنمایی کردنش ابرهه را به سوی مکه. سپس ابرهه مردی با نام اوسد ابن مقصود را برای آوردن خبرها به مکه فرستاد. او با بعضی از لشکریان به سوی مکه رفت. وقتی که به مکه رسید، بعضی از مالهای آنها را به زوری از آنها گرفت و 200 اشتر را از سردار قریشی ها گرفت که او عبدالمطلب پسر هاشم بود و آن اشترها را برای ابرهه آورد. قبیله های حزین و کنانه و قریش جمع شدند و خواستند تا با ابرهه بجنگند، اما هنگامی که بزرگی لشکر ابرهه را دانستند، از این تصمیم خود برگشتند و کسی از آنها نخواست تا با ابرهه روبرو شود. الكعبة وأتى بالفيل ليهدمها لم يدرك حجم جريمته. ابرهه مردی را با نام حناطه حمیری به سوی قریشی ها فرستاد تا با آنها بگوید که من نمیخواهم با شما بجنگم و نمیخواهم خون شما را بریزانم. مقصد من تنها خراب کردن کعبه است، پس راه مرا کشایید. حناطه حمیری به نزد قریشی ها آمد و این خبر را به سردار آنها عبدالمطلب رسانید. عبدالمطلب با او گفت ما نیز با ابرهه وارد جنگ شدنی نیستیم، اما این خانه را در اختیار او میگذاریم. عبدالمطلب به حناطه حمیری گفت من میخواهم با ابرهه صحبت کنم. عبدالمطلب به لشکرگاه ابرهه رفت. وقتی به آنجا رسید، از ذونفر خواست تا شفیع او در نزد ابرهه شود. این مرد دوستی عبدالمطلب بود. عبدالمطلب به او گفت آیا تو میتوانی از ابرهه برای من امان بگیری؟ ذونفر به او گفت از دست من چیزی نمی آید. من یک اسیر بیش نیستم. شاید امروز مرا بکشد یا فردا، لیکن من دوستی دارم که او فیل ابرهه را نگاهبین میکند و آن مرد را نامش انیس بود. او را میگویم تا این خواسته ات را انجام دهد. ذونفر نزد آن مرد رفت و گفت عبدالمطلب بسیار مردی سخاوت پیشه است، در میان قومش بسیار مردی با آبرو است. او را نزد ابرهه ببر تا با او سخن بگوید. انیس به نزد ابرهه رفت و گفت سردار قبیله قریش بسیار مردی سخاوت پیشه و آبرو است، میخواهد با تو سخن بگوید. و ابرهه اجازه داد تا عبدالمطلب به نزد او درآید. عبدالمطلب عبدالمطلب به خیمه ابرهه داخل شد. ابرهه در تخت خود نشسته بود و در اطرافش نوکران او بودند. وقتی ابرهه عبدالمطلب را دید، او را بزرگ دانست و نخواست که او در تخت نشسته باشد و عبدالمطلب در زمین. ابرهه از تخت خود فرود آمد و در زمین با عبدالمطلب نشست. هیبت او آشکار بود، زیرا او سردار قبیله قریش است. بین ابرهه و عبدالمطلب ترجمانی بود. آنها زبان یکدیگر را نمیدانستند. ابرهه به ترجمان گفت از او بپرس چی میخواهد. گفت ابرهه از تو میپرسد چی میخواهی؟ گفت من 200 تا شتر داشتم که آنها را لشکریان شما از من به زوری گرفتند. از پادشاهتان بخواه تا آنها را به من بازگرداند. آن ترجمان طلب عبدالمطلب را برای ابرهه رسانید. ابرهه به ترجمان گفت با او بگو وقتی که او را دیدم به من پسند آمد و من او را گرامی داشتم و احترام کردم، اما وقتی که از من چنین خواهش کرد احترام خود را پیش من از دست داد. عبدالمطلب گفت برای چی؟ چرا احترامت را از دست دادی نزد من؟ گفت تو آمده ای از من خواهش داری که آن 200 اشتر را برگردانم و درباره این خانه چیزی نمیگویی که این دینی تو است و دینی پدران و بابایان تو است. درباره این به من هیچ چیزی نمیگویی؟ درباره 200 اشتر میپرسی، اما خانه ای را که من میخواهم خراب کنم چیزی نمیگویی؟ عبدالمطلب گفت من صاحب اشترانم و این خانه صاحبی دارد که خود از آن حمایت میکند. ابرهه گفت کی در برابر من از این خانه حمایت میکند؟ عبدالمطلب گفت
تو میدانی و این تصمیمت، هر کاری را که میخواهی بکن، ما تو را به خدا میسپاریم. اینجا عبدالمطلب اشترانش را گرفته برگشت، به مکه آمد. مردم را گفت از مکه بیرون شوید، این مرد میخواهد کعبه را خراب کند. مردم به سوی کوهها فرار کردند. زن و فرزندان خود را گرفته به سوی کوهها فرار کردند. عبدالمطلب باشد حلقه در کعبه را گرفته خداوند را دعا کرد اینکه خدایا تو خانه‌ات را خودت محافظت کن. سپس مردم را امر کرد تا مکه را ترک کنند. مردم از مکه فرار کردند و در آن کسی نماند. در گرد و اطراف مکه منتظر آمدن ابرهه و لشکریان ابرهه بودند. أبرهة وجيشه. فالله للطير قد أرسل كي ترميهم بحجارتها فالله للطير قد وانطلق اهل مکه به سوی کوهها رفتند. اهل قریش با زنان و کودکان به سوی بلندی ها، به سوی کوهها رفتند. خدا را دعا میکردند تا خانه اش را حمایت کند. در مکه کسی نمانده بود تا از آن حمایت کند. در صبح همان روز که ابرهه لشکرش را برای خراب کردن مکه آماده کرده بود، در میان آن لشکر فیل نیز بود که برای خراب کردن این خانه آورده بودند. آن فیل محمود نام داشت. لشکر ابرهه به مکه نزدیک شدند. همراهشان نفیل خثعمی بود که او را اسیر گرفته بودند و او قدر و منزلت و بزرگی این خانه را میدانست. به نزد فیل آمد و به گوش آن گفت برگرد از جایی که آمده ای، زیرا این حرم خداوند است. برگرد از جایی که آمده ای، زیرا این حرم خداوند است. سپس نفیل به سوی کوهها به نزد قریشی ها فرار کرد و همه منتظر بودند که به لشکر ابرهه چی روی میدهد، زیرا آنها با مقصد خراب کردن خانه خدا آمدند. اولین عبادت خانه‌ای که برای مردم بنا شده است. بزرگترین مکان در روی زمین همین خانه است که خداوند آن را حرم خود قرار داده است. ابرهه با تمام کبر و غرور خود به سوی این خانه می رفت. به مکه نزدیک شدند. هنگامی که به مکه نزدیک شدند، فیل از حرکت باز ماند. هرچند کوشش می‌کردند او را می‌زدند اما نمی‌رفت. فیل را به سوی یمن می‌گردانیدند، به حرکت می‌درآمد. به طرف شام می‌گردانیدند، به حرکت می‌درآمد. به طرف مشرق می‌گردانیدند، می‌رفت. اما وقتی که به سوی کعبه می‌گردانیدند از جایش نمی‌جنبید. ترس در دل لشکریان پیدا شد. چرا فیل چنین می‌کند؟ به هر سو می‌رود اما به سوی این خانه نمی‌رود. چی رخ داده ایستاده است؟ چی می‌گذرد؟ ناگهان آسمان تاریک شد. مردم به آسمان نگاه کردند، دیدند که پرندگان زیاد آسمان را پوشانیدند. گروه گروه پرندگان تمام آسمان را پوشانیدند. ابرهه و لشکریان او از این ترسیدند. کی این همه پرندگان را فرستاده است؟ کی آنها را فرستاده است؟ هر پرنده در منقار خود سنگریزه از جهنم داشت. سنگی سخت و سوزانی که سرها را شکاف میکرد و در پایهایشان نیز سنگها داشتند. ناگهان این سنگها مثل باران به سر آنها ریخت. تتساقط من السماء. لشکریان به زمین افتادند. سنگها باشد از آسمان میریخت. هر کی از آنها میخواست فرار کند پرنده به او نزدیک میشد و او را با سنگ میزد. مردم فریاد میکردند. لشکری ابرهه به هر سو فرار میکردند. اهل مکه باشد این را تماشا میکردند و خدا را دعا میکردند تا آنها را به این بلا گرفتار نکند. ابرهه باشد از این مکان فرار کردن میخواست، لیکن نمیدانست به کجا فرار کند.
او راه را به سوی شهر خود پیش گرفت. در راه باشد گوشت های بدنش تیکه تیکه شده به زمین می افتاد تا اینکه در چنین حالت وفات کرد و آنان که زنده ماندند یک عبرت شدند برای دیگران. خداوند ابرهه را با لشکرش هلاک ساخت، چنانه که خود در کلام پاکش فرموده: عز وجل ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سرهایشان از تن جدا شد، بدنهایشان پاره پاره شد و بعضی از آنها فرار کردند. خداوند خانه خود را از آنها محافظت کرد. آره، این خانه صاحب دارد که او این خانه را محافظت می کند و هر کی به آن دست درازی می کند او را خداوند به عذاب دردناک گرفتار می کند. این یک عبرت گردید برای اهل مکه و کسانی که در گرد و اطراف آن بودند تا قدر و منزلت این خانه را بدانند که خداوند این خانه را بزرگ داشته است. حفظ الله عز خداوند طول چندین سالها حرم خود را و اهل این حرم را محافظت کرد، با وجود که مکانهایی که در گرد و اطراف آن بودند همگی نابود شدند، هلاک گشتند، مگر حرم که خداوند آن را محافظت کرد. يحفظه أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. سردار مکه عبدالمطلب پسر هاشم بود. او 10 تا پسر و 6 تا دختر داشت. او نظر کرده بود که اگر خداوند برای او 10 تا پسر بدهد که او را محافظت کنند و او را کمک کنند، یکی از آنها را در راه خدایانش قربانی میکند. این نظر را ببینید چگونه شیطانها آنها را به این راه ها برده بودند. برای بت‌هایشان نظر میکند که یکی از فرزندانش را قربانی میکند. این یک مصیبت است که انسان فرزندش را برای بت قربان کند و فعلا خداوند برای او 10 پسر داد. از جمله آنها حمزه، عباس، ابولهب، ابو طالب، زرار، حارث، زبیر و از همه خرسالترین آنها عبدالله بود. و 6 تا دختر داشت که آنها صفیه، عاتکه، عروا، امیمه و غیر اینها بودند. وقتی که پسرانش 10 تا شدند، عبدالمطلب فرزندانش را جمع کرد. او به فرزندانش گفت: ای فرزندان من نذر کردم که یکی از شما را برای خدایانمان قربانی کنم. تصور کنید پدر به پسرانش میگوید که من میخواهم یکی از شما را بکشم. قرعه میکشیم، به هر کی راست آمد او را قربان میکنیم. پسرانش همگی به این خواسته پدر راضی شدند. هر چی میخواهی بکن، نظرت را انجام بده. هر کار میخواهی بکن ای پدر. این کار به کی رخ داده بود؟ با ابراهیم خلیل. ابراهیم را خداوند امر کرده بود، اما عبدالمطلب باشد یک نظر از پیش خود برای خدایانش کرده بود. شیطان این را به او وسوسه کرده بود. این 10 نفر جمع شده بودند. عبدالمطلب از هر یکی آنها خواست تا نامشان را در چوب بنویسند و با آن چوب داخل کعبه بشوند. و در داخل کعبه صنم با نام هبل بود. نزد آن صنم چوب‌های برای قرعه کشی بودند. آنجا مردی بود که قرعه کشی را انجام میداد. عبدالمطلب نزد آن مرد درآمد و گفت میخواهد یکی از فرزندانش را قربانی کند و هر یکی از فرزندانش که نامهایشان را نوشته بودند آن چوبها را به آن قرعه کش دادند تا آنها را آمیخته کنند. وقتی که یکی از چوبها را برآورد، نام کی بود؟ نام فرزندی از همه خوردی و از همه محبوب ترشان عبدالله ابن عبدالمطلب برآمد. عبدالمطلب از این غمگین شد، زیرا این پسرش را از همه زیاد دوست می داشت. وقتی که در قرآن نام پسرش عبدالله برآمد، دیگر علاج نماند مگر اینکه نذر کرده اش را اجرا کند. کارد را گرفت و پسرش عبدالله را آورد تا او را قربان کند.
اینجا اهل قریش نگاه میکردند. همگی به پا خیستند. به او گفتند چی میخواهی بکنی؟ گفت میخواهم به نظرم وفا کنم. گفتند این چی نظری است؟ گفت میخواهم عبدالله را بکشم، زیرا در قرآن نام او برآمده است. گفتند تو اگر این کار را انجام بدهی مردم نیز به تو پیروی میکنند. او را خواهش میکردند تا این کار را انجام ندهد، ولیکن او اصرار میکرد. تمام اهل مکه و حتی فرزندانش با او زید برآمدند و خواستند او را از این کار منع کنند. گفتند این کار را نکن، به جایش فدیه بده. گفت چی را فدیه بدهم؟ گفتند در حجاز یک فالبینی است، نزد او برو. اگر گفت که این پسرت را قربان کن پس بکن، و اگر نه پس لازم شود تمام مالهایمان را به جای او فدیه میدهیم. اینجا عبدالمطلب به فکر آنها راضی شد و با بعضی از اهل مکه و پسرش عبدالله به سوی حجاز به نزد آن فالبین رهسپار شدند. إلى عرافة الحجاز. عبدالمطلب با پسرش و چند دیگر از اشرافان مکه به سوی آن فالبینی که مشهور بود رهسپار شدند. همه او را می شناخت. او با شیطانها و جنها سر و کار داشت. یک فالبینی معروف در حجاز بود. در راه عبدالمطلب خدا را دعا میکرد تا پسرش عبدالله را که خیلی دوستش می داشت نجات دهد. وقتی که عبدالمطلب به نزد آن فالبین رسید، نزد او در آمد، نشست، واقعه را با او نقل کرد و آن نظری که کرده بود برای او یک قصه کرد. گفت چیکار کنم؟ به من چی مصلحت میدهی؟ آن فالبین به عبدالمطلب گفت از پیش من بروید و فردا بیایید. عبدالمطلب گفت چرا؟ گفت زیرا شیطانها به من کمک میکنند. غیب را بجز خداوند کسی نمیداند. عبدالمطلب شبی دراز خدا را دعا میکرد تا فرزندش را نجات دهد. پگاهی بر وقت به نزد آن فالبین رفتند. نزد او در آمد، میخواست پسرش را نجات دهد. گفت چی مصلحت میدهی برای من؟ گفت دیه خون مقتول در نزد شما چقدر است؟ گفت 10 اشتر است. گفت بین 10 اشتر و عبدالله قرعه کشی کنید. اگر قرعه به نام عبدالله برآمد، بالای آن 10 اشتر باز 10 اشتر دیگر اضافه کنید تا اینکه قرعه به نام اشتران برآید و سپس همه اشتران را قربانی کنید، چه قدری که نباشد، زیرا راه نجات تنها این است. عبدالمطلب از این خیلی شاد شد که راه نجات برای پسرش را پیدا کرد. او راه مکه را پیش گرفت تا به سوی قومش بازگردد. لنجاة ابنه. عبدالمطلب با فرزندش از حجاز به مکه بازگشت تا وصیت این فالبین را انجام بدهد و اهل قریش را به آنچه که فالبین به او دستور داده بود آگاه کنانید. 10 اشتر را آورد. عبدالله نیز آنجا بود. قرعه کشی را آغاز کردند. قرعه به نام عبدالله برآمد، یعنی که باید عبدالله را قربان کنی. 10 اشتر دیگر روی آن اشتران اضافه کردند. 20 اشتر شد. باز قرعه کشیدند. این دفعه نیز نام عبدالله برآمد. اشترها را به 30-40 بالا برداشتند تا اینکه در 100 اشتر قرعه به نام اشتران برآمد. مردم از این خوشحال شدند. فرزندان او اهل قریش از این خیلی شاد گشتند اینکه خدایان به 100 اشتر راضی شدند. چون این گمان میکردند، اما عبدالمطلب به این راضی نشد. گفتند چرا؟ گفت دوم باره قرعه میکشیم تا مطمئن شوم که خدایان به این چیز راضی اند. دوم باره قرعه کشیدند. این بار نیز نام اشتران برآمد. گفت به این هم راضی نیستم تا اینکه سوم باره این کار را انجام دهیم. و در دفعه سوم نیز نام اشتران برآمد و خداوند عبدالله پسر عبدالمطلب را نجات داد. از شدت خوشحالی عبدالمطلب به نزد سردار بنی زهره آمد که نامش وهب پسر عبدمناف بود. با او گفت میخواهم دخترت آمینه را که پاک دامنترین اهل مکه بود خواستگاری کنم. گفت برای کی خواستگاری میکنی؟ گفت برای پسرم عبدالله. خداوند عبدالله را نجات داد. سپس او را با پاک دامنترین زنهای مکه آمینه دختر وهب ازدواج کنانید. لکن این ازدواج دیر دوام نکرد. تقدیر خداوندی چنین بوده است. وقتی که آمینه از شوهرش باردار شد، خداوند عبدالله را میرانید و او پسرش را که از آمینه تولد میشد نادیده رفت. تقدیر خداوندی چنین بوده است که این مرد را نجات بدهد تا با این زن ازدواج کند. وقتی که این زن باردار شد و این مرد وظیفه اش را انجام داد، خداوند ذوالجلال او را میرانید. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب